آره ببخشید وقفه افتاد. مشتری این اومد. آره این زنه یه هایلایت خرید. بیکینی آبی پوشیده بود. این از عقب میرفت من چونو میدیدم، از جلو میرفت محمد رو میدیدم، اصلا به هم ریخته بودم کلا. بله. ساعت 11 و نیم بود. گفتم که به بچه‌ها رو صدا کردم، گفتم آقا بریم اصلا کلا بزنیم از هتل بریم بیرون. چیه نشستیم اینجا فقط خراب میشیم، آخرش هم اینه که ما میسیم اینجا یه خارج از کشور میزنیم دیگه، این پشت این شیشه وایسی. رکورد گینس میزنیم. آره گفتم بابا ولش کنید پاشیم بریم بیرون. رفتیم بیرون و یه تاکسی گرفتیم. اونجا یه میدون داشت به نام آلاپلاگ، به نام جمهوری، شاید بچه‌ای که رفتن نه اینا همه جغیان، کسی بلد نیست خارج از کشور. آره ما رفتیم، به ما گفتن اولین روز بریم اونجا یکم شلوغه و فلان. ما رفتیم دور میدون رسیدیم. بعد یه سوال، ارمنستان فارسی صحبت میکنن؟ یه سریشون فارسی بلدن ولی 90 مثلا چی بگم 50 کجایی صحبت میکنن؟ ارمنی دیگه. ارمنی چه جوری؟ اصلا سلام چی میشه؟ اصلا کستانندهی کسی میفهمه؟ نه دیگه نمیفهمن. خب حالا داستان دارم برای همین زبونش. برای همین زبونشون داستان دارم. خب آقا ما پیاده شدیم از تاکسی دور میدون آلاپلاگ، دیدم وا ویلا مثلا توی یه میدون خیلی بزرگ مثلا مثل میدون آزادی تهران، نزدیک چجوری بهتون بگم بالای 700 800 تا کس ناب یا حسین دور میدونن. ما از تاکسی پیاده شدیم. یکی از این دوستای من خیلی خنده داره، یعنی ببین من نصف خنده های عمرم از دست این کردم. از ماشین پیاده شدیم داد زد فلانی، گفتم بله. گفت کسو. من یه آن فکر کردم تو ایرانیم، گفتم وای چی داری میگی؟ یهو برگشتم دیدم هیچکی اعتنا نکرد. گفتم آخ جون اینا اصلا نمیفهمن زبونمون. آقا من بچه که رفتم همین حرکت زد، عربه دنبالم کرد. برگشت گفت کسکشا میفهمن. برگشتم دیدم وای چه کسی سمت چپمونه. بعد من برگشتم گفتم فلانی. گفت چی؟ گفتم چونه اینو نگاه کن. همینجوری که داشتیم برمیگشتیم دیدیم نه ببین 5 تا این ورمون رد میشد تا می اومدیم اینا رو بخوریم، 4 تا این ورمون رد میشد، 2 تا اون ور. اصلا ببین دیگه یه صحنه‌ای شده بود که خودت ول میکنی داستانو، فهمیدی؟ اصلا دیگه اعتنا نمی‌کنی، میری سراغ جق، میری خودت سراغ گلنار. آقا این اتفاق افتاد. ما اومدیم همینجوری داشتیم پیاده روی میکردیم و کستانم دروغ نگم من تا جایی که چشم کار میکرد داشتم میخوردم، یعنی اینو میدیدم تا چشم کار میکرد این یکی رو میدیدم، سعی میکردم تا جایی که میتونم و دستم در نره همه رو بخورم. اما رسیدیم به یه چهارراهی، اینجاش خیلی جالبه. رسیدیم به یه چهارراهی، چراغ عابر پیاده قرمز بود، چراغ ماشین رو سبز بود. شما کسخالا فکر کنین چهار سیروسه اومدین تخمی رفتید. ببین خدا شاهده من و 2 تا از دوستام تا وسط خیابون رفتیم، دیدیم اونایی که بغلمون بودن آقا یه 7 10 نفری کنارمون وایساده بودن که خیابون رد شدن. ما تا وسط خیابون رفتیم دیدم کسی بغلم نیست، برگشتم دیدم همشون خاک‌کس ننه ها وایسادن. به این بچه‌ها گفتم بچه‌ها برگردید. خدا شاهده نصفه خیابون برگشتیم دوباره میشه این 4 5 تا کسکش ننه باشعور و با فرهنگ وایسادیم. یه 20 ثانیه گذشت چراغ سبز شد، عین این کسخلا دوباره با هم دیگه همگی رد شدیم از خارجم بگو کشید از خیابون رد شدیم و رفتیم اونور و اما کاری نداریم دیگه. من داستانا رو براتون یه جوری تنظیم میکنم که قسمت‌های خنده‌دارش رو برای شما بیاد. ما تا بعد از ظهر بیرون چرخیدیم و نهار خوردیم، جاتون خالی و خیلی کارا کردیم. بعد از ظهر این رفیقم برگشت گفت برگردیم بریم هتل، بریم استخر هتلمون پارکابی داشت. اینم بهتون بگم من دیگه دست خودم نیستم اصلا. تعریف نکن. هتلمون پارکابی داشت، بریم که بتره کنیم. ببین چه کسکشایی بودن اونجا. این رفیقای من از دستش اومد چقدر خندیدم. بریم برای داستان بعدی اینجا قطعش میکنیم. ادامه داستان رو تو وایس بعدی کلا براتون میگم. استخر آبی رفتن پارکابیه یادتون نره، استخر هتل پارکابی داشت چون خیلی مهمه داستانم. اونجا هم به زنا کشیدن. آره